در این جلسه از سلسله کلیپ‌های غلطگیر به بررسی چند اشتباه رایج دیگه در زندگی میپردازیم. منبع ما کتاب هنر شفاف اندیشیدنه و حالا قسمت دوم. سلام، به دکتر مایند خوش اومدید. خطای تایید ریشه در تمام تصورات غلط ما داره و تمایل ما رو به تفسیر اطلاعات به نحوی که با باورهای فعلیمون در تضاد نباشه نشون میده. ساده تر بگم، ما همه در ذهن خودمون باورها و نظراتی داریم. حالا خطا اینجاست که دوست داریم اطلاعات و حوادث جدید رو جوری بفهمیم که با اون باورهامون نه تنها در تضاد نباشه بلکه اونا رو تایید کنه. به همین دلیل دچار سانسور واقعیت ها میشیم. آلدوس هاکسلی می نویسه حقایق با نادیده گرفته شدن از هستی ساقط نمیشن. یعنی واقعیت ها قرار نیست که به ساز ما برقصن، بلکه این ماییم که باید زندگی خودمون رو با واقعیت ها هماهنگ کنیم. اگه بیمار شدی باید بپذیری که بیماری و پی چاره باشی. بیماری با نادیده گرفته شدن درمان نمیشه. اگه امتحان داری باید از الان شروع به درس خوندن کنی. امتحان با نادیده گرفته شدن از بین نمیره. حریفت در مسابقه با نادیده گرفته شدن ضعیف نمیشه و حتی مرگ هم با نادیده گرفته شدن از بین نمیره. پس حقایق رو هر چقدر هم تلخ و مخالف میل ما بود باید بپذیریم. این باورهای اشتباه ماست که باید تغییر کنه و نه حقایق. راهکار رهایی از خطای تایید اینه که باورهای خودت رو در هر زمینه یادداشت کنی و سعی کنی شواهد متناقض باهاش رو پیدا کنی. اون وقت متوجه میشی که چقدر نظرات فعلیت با واقعیت ها فاصله داره. دوبلی میگه خلاصی از شر عقایدی که مثل دوستان قدیمی آدم شدند سخت اما ضروریه. خطای مرجعیت. اگه فکر میکنی که حرفی درسته و دلیلت هم اینه که فلان کسی این حرفو زده، دچار خطای مرجعیت شدی. هیچ نظری صرفاً به دلیل اینکه یه شخص خاصی اون حرفو زده درست نمیشه. ملاک درستی و نادرستی باورها حرف شخص خاصی نیست. جملاتی مثل حرف شماست و هر چی که تو بگی درسته. اینها یعنی تعطیلی عقل و سپردن افسار ذهن به دست دیگری. از اون طرف کسی هم که معتقد فلان گزاره درسته چون من میگم، اون شخص هم دچار همین مشکل شده. ما نباید برای قانع کردن کسی از روش‌های ترس و طمع استفاده کنیم، بلکه باید از استدلال و ارائه شواهد استفاده بشه. مراجع مسئول همیشه دنبال جلب توجهند و این تبعیت هم همیشه برقرار. پس هر وقت میخوای تصمیمی بگیری به این فکر کن که ممکنه مرجعی بر استدلالت اثر گذاشته بشه و اگه چنین بود سعی کن در مقابلش مقاومت کنی و نظری رو تبعیت کنی که از فیلتر عقل رد شده باشه. ذکر یه نکته لازمه که این حرف به معنای نادیده گرفتن مشورت در امور نیست، بلکه تمام خطا در اینه که شخص دیگه ای رو به جای تفکر خودمون قرار بدیم و جوری رفتار کنیم که انگار از خودمون هیچ قوه تفکری نداریم. چه بغض ها و جنگ هایی که در طول تاریخ به خاطر تبعیت از بالادستی ها انجام شد و میلیون ها انسانی که همون نمیشناختن همدیگر رو به فرمان مرجعشون کشتن. خطای مقایسه. رابرت چالدینی توی کتاب تأثیر داستانی رو نقل میکنه که شاید شنیده باشید و در اونجا به زیبایی اثر مقایسه رو روشن میکنه. میگه 2 برادر بودن که فروشگاه لباس داشتن. سید پیش مشتری وامیستاد و جنس ها رو نشون میداد و هری هم مشغول خیاطی بود. هر وقت مشتری می اومد و قیمت لباسی رو میپرسید، سید داد میزد که هری قیمت این لباس چنده؟ و هری هم مثلا میگفت $40. سید اما خودش رو به نشنیدن میزد و عمدن به مشتری میگفت آها $30.
سید اما خودش رو به نشنیدن زده بود. مشتری هم که فکر میکرد سید متوجه نیست، سری $30 رو میداد و لباس رو میگرفت و میرفت، در حالی که نمیدونست در دام این دو برادر قرار گرفته و قیمت واقعی لباس $20 بوده و اون نه تنها $10 سود نکرده بلکه ضرر هم کرده. علت این خطای مشتری در همین بود که اون به جای مقایسه قیمت‌ها با استانداردها، قیمت رو صرفاً با قیمت تخیلی هری مقایسه کرد و حس ارزان بودن بهش دست داد. متاسفانه خطای مقایسه در سراسر زندگی ما وجود داره. تبلیغات رو که نگاه میکنی مدلی از امکانات و سطح رفاهی رو نشون میدن که شاید 1% از جامعه بتونن فراهمش کنن، اما در ذهن افراد چنین شکل میگیره که انگار حداقل امکانات زندگی همونه که داره تبلیغ میشه. فیلم ها با بازی سوپر استاراشون مدلی از افراد رو نشون میدن که در حالت طبیعی شاید اصلا چنین حالتی دست نیافتنی باشه، اما به خاطر خطای مقایسه توقع افراد در زندگی بالا و بالاتر میره. خطای در دسترس بودن. به زبون ساده ما وقتی چیزی رو راحت تر در دسترس داشته باشیم بیشتر بهش توجه میکنیم و اونو درستتر و بیشتر مهم تلقی میکنیم. شاید این شعر از فرانک سیناترا مثال خوبی باشه که میگه وقتی در کنار دختری که عاشقش هستم نباشم، عاشق دختری میشوم که کنارش هستم. ریشه خیلی از خیانت‌های زناشویی بین زن و شوهری که از هم دور هستن همینه. زوجها از هم دورن و از اون طرف به راحتی در محیط کارشون افراد مختلف رو در دسترس دارن و این مقدمه‌ای بر ایجاد روابط جدید. ذهن ما دنبال ساده ترین راه برای هر چیزیه و این یعنی احتمال افتادن در دام چیزهایی صرفاً به خاطر دسترسی آسون به اونا. خطای لزوم سختی قبل از راحتی. شاید این مصرع از سعدی رو شنیده باشید که نابرد رنج گنج میسر نمی شود. یعنی خیلی از دستاوردها مسیر مشکلی رو در راه به دست اومدنشون به انسان تحمیل میکنن. این موضوع در خیلی ها درسته. نکته‌ای که باید بابتش حساس بود اینه که نباید این موضوع بهانه‌ای به دست افراد بده که باهاش ما رو گول بزنن. یعنی اگه راهکاری به ما دادن و اوضاع نه تنها بهتر نشد که بدتر هم شد، اون وقت بگن که صبر کن، همیشه اولش بدتر میشه و بعداً خوب میشه. شما اگه پیش دکتری بری و نسخه‌ای بهت بده و شما نه تنها خوب نشی بلکه بدتر هم بشی، سریع حساس میشی و دنبال چاره جدید میگردی. پس چرا در زندگی اینقدر حساس نیستیم؟ چرا وقتی حاکمی وعده بهبود اوضاع رو میده و در طول دوره ریاستش نه تنها بهبودی حاصل نمیشه بلکه اوضاع بحرانی تر هم میشه اعتراضی نمی کنیم؟ درسته که اصلاح زمان بره، اما چقدر؟ حالا اگه وضع ثابت بودم بد نبود، اما وقتی هر چی زمان میگذره بدتر میشه، آیا نباید حسگرهای تفکر ما فعال بشن؟ با وجود واضح بودن این خطا متاسفانه افراد زیادی هستند که باز اعتماد مجدد به این شعارها میکنن و هر 4 سال فیلم تکراری رو میبینن و انتظار دارن این بار فیلم جور دیگه تموم بشه. همینقدر دور از عقلانیت. قسمت دوم غلطگیر هم به پایان خودش رسید. جا داره بگم که خیلی از مصیبت‌های یک فرد و جامعه به خاطر دوری از تفکر عقلانی و جایگزینی اون با چیزهایی مثل تعصب و تقلید و تعبده. امیدوارم به مرور با گسترش فرهنگ عقلانیت جلوی این خسارت‌ها در زندگی فردی و اجتماعی خودمون رو بگیریم. اگه مطالب رو مفید دونستید، با نشر مطالب و دنبال کردن کانال از این مسیر فرهنگی حمایت کنید. جمله آخر: باشد که عشق بعدیتان از شوق باشد.